بعدش میپرسی هم فلان بلوگر است کنی میگه 15 سوتکه نمیبینی میگه السلام علیکم دوشنبه میگه دوشنبه و یک تا بلوگر حالی کارا بسرم نگفت سیاتی دیگه تایید اونجا دارم رویش کن من هم خیلی فهمیدم که تو همین درجه بلوگر ها بسیار که بعدش 15 سوت که پتوفکه روی میکردیم همه میگدی حساقرا عزیز کدوم اینه که بلیط‌های ارزان در کره معلومات با واتساپ اوکس شهناز زنگ زنید بلیط‌های ارزان و باوریناک است زنده باشتان سلام علیکم مهمانان اولی قدر من از شهری سمرقندم لیلی خانم مهمان اومدن هر یکی شمایان رو خوش آمدتون میگم وقتم کوتاه راستش چون که حاضر غریب شو برامدن نشکر تو واقعا برامدن تا اون شما خیلی گپ گفته گیرم من گپ راستش 4 ماه میشه که در شهر دوشنبه کار فعالیت برده ایستادم همینجا بگشتیم لیکن در حقیقت دوشنبه این همین چخیلی که اکی بهروز میگه رنگ پریش در حقیقت اینجا بودم دیگر خیل آدم دیگر خیل مناسبت ها دیگر خیل همه میگدی حساقرا همه خیلی چیزا بسیار ده اون بلوگر هم بسیار دست دوشنبه در حقیقت من آمده فهمیدم که بلوگر در حقیقت غلطی بولی بلوگر به میغلطی یا تا خرسک میزنید در حقیقت تو میدونی چیه؟ همین خوچم را به شمار 4 نفر بلوگر هسته مثال دو تاش کسال شاید همورز اتکریتی اتمینه میگه دوشنبه و یک تا بلوگر حالی کارا بسرم نگفت سیاتی دیگه تایید اونجا دارم رویش کن این باید چیه؟ دوشنبه به همه خیلی بلوگر ها بسیار که همه باید اوتش برامدن نمیشد بعدش میپرسی هم فلان بلوگر است کنی میگه 15 سوتکه نمیبینی میگه من هم خیلی فهمیدم که تو همین درجه بلوگر ها بسیار که بعدش 15 سوت که پتوفکه روی میکردیم رفتگی ها همین چند 15 سوت که ایسرو همه خرسک زنی تو من یک بار رفتگی من تا یک تا اونم همین خیلی گفت که براسه یک تا شناسه دیدم رفتم گفت که تو بلوگر ای کجا نیستی گفت گفت بیا اینجا جای بلوگر ها بودیم من تلفی بیانده اینجا پنجره چشم هایده من گفتم خیلی اگر اینجا بلوگرای سریوز میگفتم کانسنر زنی تا شرایط کن تا گفتم گفت حتی گفته بر رولیک نکن رویش کن زنده باشتان دوستان عزیز جایزه سپرده می شود فاروق سنگینه Фарух Сангинов. Завоевывать столицу тяжело, а Фарух? Душанбе слезам не верит? Наши поздравления. خوش باشید با دیگر سلام و درود بی پایان با همه شمایان تشکر زیاد به هر یک شما تشکر زیاد به مخلصانی که آواز دادن و اعضایانی دوری عاشقی حاضر من سریاز نشتگی زنده باشید من میخواستم عزیز باز رو کلی подписчиков و یارو دوستانم و حبیب جان امید شخصانی که من به موتیواسیون دادن که من به شهر دوشنبه بیایم و به دوستان من غالب شفچه بخپرا به همه شما تشکر زیاد که در نزد من هستون دستگیری کرده استون و من در خدمت هر یک شما من میخوام که هر یک شما لبانتان پر از خنده باشد زنده باشید رحمت